درود شما. نشر خبرهای این ساعته را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. امروز 29 اکتبر 2020 سال است و تحولات های این لحظه را از ولایت مسکو شروع میکنیم. در شهر لیوبرتی ولایت مسکو یک شهروند تاجیکستان دوستش را با تجاوز دختر نابالغش ایبدار کرد. در این خصوص اگنتی اطلاعاتی فدرالی با استناد با یک منبع خود در مقامات حفظی حقوق منطقه خبر میدهد. اظهارات درباره تجاوز دختر 17 ساله به پلیس از شهروند تاجیکستان آمده است. این مرد با همسر و 5 فرزندش در دهه مروسینو زندگی میکنند. با گفته او چند روز قبل شناسش با نام اسماعیل در خانه آنها دختر نابالغش را تجاوز کرده است. می‌نویسد خبرگزاری با استناد به گفته منبع خود. در حال حاضر گمانبر را کارمندان پلیس دستگیر کردند. معلوم گردیده است که گمانبر شونده نیز شهروند تاجیکستان بوده 21 سال دارد. پس از آنکه دختر احتمالاً تجاوز شده را با یاری تعجیلی به بیمارخانه بردند و در آنجا او را معاینه گینکولوژی گذرانیدند، طبیبان به خلاصه آمدند که در اصل هیچ تجاوزی وجود نداشته است. ادامه خبرها. یک ساکن مسکو که به ثبت نام تقلبی 90 شهروند خارجی متهم می شود در دادگاه مسکو برای محاکمه حاضر خواهد شد. دادستانی بین ناحیوی پرونسک شهر مسکو عیبنامه را در پرونده جنایی علیه یک ساکن 38 ساله قبلا محکوم شده مسکو تصدیق کرد. او را در صادر کردن 26 لحظه جنایت مطابق ماده 322 پریم 3 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه به قیدگیری تقلبی شهروندان خارجی در جای بود و باش در فدراسیون روسیه متهم می‌دانند. طبق اطلاع تفتیشات ایبدار شونده از روی منفعت‌های غرضناکی شخصی خود از 21 ینور تا 22 فوریه سال 2020 جهت به دست آوردن فایده مفت 90 نفر شهروندان خارجی را در جای استقامتش به طور قلبکی به قید گرفته است که قصد زندگی در منزل او را نداشتند. هر روز کاری در دوره مقرر شده ایبدار شونده به مرکز خدمت رسانی جمعیتی ناحیه ایوانوفسکی آمده. در آنجا شکل‌های آگاهی‌نامه درباره آمدن شهروند خارجی را تصدیق نموده درباره به قیدگیری در جای استقامت شهروندان جمهوری ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان و اوکراین معلومات پیشنهاد کرده است. ایبدار شونده با عمل خود برای بودوباش غیر قانونی شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه شرایط فراهم آورده مقامات وکالتدار را از نظارت رعایت قاعده‌های به قیدگیری مهاجرت و حرکت آنها در قلمرو فدراسیون روسیه محروم کرده است. میگویند در دادستانی شهر مسکو برای هر یک شهروند خارجی به قید گرفته قلبکی این ساکن 38 ساله مسکو 1000 روبل مبلغ به دست آورده است که در حال حاضر 90 حالت قلبکی در قید گذاشتن شهروندان خارجی از جانب این شخص آشکار گردیده است. پروکراتور شهر مسکو خبر می‌دهد که هیچ کدام از شهروندان خارجی در سراغ به قید گرفته زندگی کردگی نیستند. بنابراین مقامات وکالتدار نمی‌توانند از جانب شهروندان خارجی رعایت شدن قاعده‌های به قیدگیری مهاجرت را در قلمرو فدراسیون روسیه عملی کنند. در بین آنهایی که به طور ساخته به قید گرفته شده‌اند مهاجران از جمهوری‌های ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان و اوکراین گفته می‌شوند. در موضوع مهاجرت خبرها را مستقیما بشنوید. و 26 اکتبر سال جاری وزارت کارهای داخلی روسیه لایحه علاوه‌ها به قانون درباره وضع حقوق شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه را برای محکمه عموم نشر کرد. حجت برای خارجیان امکان می‌دهد که بدون پتنت و اجازه‌نامه کار در روند ساختمان‌های عظیمی برای برگزاری چهاربینی‌های بین‌المللی که در روسیه ساخته می‌شوند به پتنت کار کنند. سخن درباره ساختمان انشاءاتی برای چنین چهاربینی‌های ضروری وسط بین‌المللی اینچنین آمادگی و اشتراک در چنین چهاربینی‌ها می‌رود. روی خط چهاربینی‌ها تشکیل کنندگان و لایحه ساختمان را حکومت روسیه معین می‌کند. گفته می‌شود در لایحه این قانون نقشه‌های اجازه کار و شهروندان خارجی بدون پتنت در ساختمان انشاءات برای چهاربینی‌های بین‌المللی ضروری می‌توانند به سطح امنیت ملی تاثیر رسانند و واکنش‌های منفی شهروندان را ببرانند. در این باره عضو کمیته دوم دولتی اوید به مهنت، سیاست اجتماعی و مسئله سابقه‌داران
سویتلانا بیساراب با پارلمانتسکیا گازت ابراز نظر کرده است. رد پاتنت و اجازتنامه در این مورد معنای واقعا جلب بی‌نظیر خارجیان را به چنین کار دولت الهه کرده است. وکیل پارلمان روسیه و این میتواند واکنش منفی هم شهروندان روسیه و هم اتفاقی که سبب به بار آورد، زیرا آن میتواند برای کارگران خارجی و شهروندان روسیه شرایط نابرابر کار را فراهم آورد. امروز سطح بیکاری در بین خود شهروندان روسیه می‌افزاید، گفته است سویتلانا بیساراب وکیل پارلمان. وقتی سخن درباره دسته‌ها و مربیان ورزشی خارجی حکمان در یک مسابقه مشخص می‌رود، این یک چیز است. در اینجا سوال است که شما باید بودجه آنها را در روسیه هنگام چرابینی بین‌المللی براحت سازید. عموما در اینجا علاقه ترتیب مخصوص کار کرده خواهد شد. وقتی که سخن درباره ساختمان انشاءات علاهیده برای یک رویداد بزرگ می‌رود، این مسئله دیگر است، گفته است وکیل پارلمان روسیه. عقیده وی مسئله های جلب ساده کردن مهاجران مهنتی و لایحه‌های علاهیده نباید به اختیار حکومت گذاشته شود، چون این اقدام‌ها باید اول از ترتیب بررسی در دومه دولتی گذرانند، تاکید داشته است وکیل پارلمان روسیه سویتلانا بیساراب. شما تحولات این ساعت‌ها را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. ما خبرها را ادامه میدیم و از مسکو به سنت پترزبورگ میرویم. یک شهروند خارجی از عبادتگاه پراسلاوی در ولایت لنینگراد مبلغ‌های خیر شده را دزدیده تلفن خریده است. در ناحیه پریزارسکی ولایت لنینگراد منبر به دزدی پول از کلیسا بازداشت شد. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه به شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد گفته می شود که روز شنبه گذشته یک راهی کلیسا به مقامات پلیس با اصرار درباره دزدی 2 قوطی با مبلغ‌های خیریه کلیسای اندری در دهه وسیله و مراجعت کرد و گفته او جنایت از 18 تا 24 اکتبر در وقت نبودن او در صادر شده است. مبلغ دزدیده شده 21,000 روبل گفته می شود. از روی این دلیل دزدی پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات در این سمت ادامه دارد. مقامات پلیس منطقه یک شهروند خارجی 32 ساله را که قبلا برای عبور غیرقانونی مرز روسیه سود شده است بازداشت کردند. معین کرده شد که او با راه پنهانی به کلیسا وارد شده، پولهای صندوق خیریه را دزدیده و بعدتر با این مبلغ‌ها تلفن موبیلی خریده است. در این زمان مسئله به حبس پیشکی گرفتن گمان شونده حل و فصل گردیده ایستاده است. برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. افزایش بیماری کرونا ویروس در روسیه میتواند پس از 3 هفته به پایان رسد، گفته است سرمتخصص وزارت تندرستی فدراسیون روسیه پروفسور ولادیمیر چولانوف در مصاحبه با خبرنگاران. ولادیمیر چولانوف قید کرده است که بالاروی دوم موج کرونا ویروس در دوام نخواهد کرد. در مورد احتمال موج سوم کووید 19 پروفسور و متخصص بیماری‌های سرایتی ولادیمیر چولانوف قید کرده است که انسانیت بار اول در برابر کووید 19 به موسم اپیدمی آروی وارد شد. در این زمان هنوز دقیق معلوم نیست که ویروس‌ها چگونه رفتار می‌کنند. بعد از آن ولادیمیر چولانوف ادعا داشته است که سیستم تندرستی روسیه با تفعیل تجربه ضروری مبارزه با پاندمی که در ابتدای بهار این سال به دست آمده افزایش زیاد شماره‌های آدمان را از کرونا ویروس حفظ کرد. این متخصص سیروشناس روس تاکید داشته است که رعایت گیگین شخصی در این دوره باید در مورد اول قرار گیرد. این را باید هر یک فرد با تمام مسئولیت درک و رعایت کند، گفته است سرمتخصص وزارت تندرستی فدراسیون روسیه پروفسور و سیروشناس بیماری‌های سرایتی ولادیمیر چولانوف. شما تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. نمایندگان وزارت‌های کارهای خارجی آسیای مرکزی و هندوستان در سر میز مذاکرات مجازی ملاقات کردند. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان.
این دومین مکالمه بین کشورهای آسیای مرکزی و هندوستان می باشد که اولین ملاقات در دهلی ماه فوریه سال 2020 برگزار شد. در این مکالمه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان را وزیر سراج الدین محردی نمایندگی کرد. موضوع اساسی مکالمه وزیران همکاری منطقوی کشورها بود. نمایندگان وزارت کارهای خارجه افغانستان به حیث ناظر شرکت ورزیدند. از جمله جانب‌ها رشد اقتدار ترانزیتی و انتقالی نقلیات‌های منطقه را برای تحکیم مناسبت‌های تجارتی بررسی کردند. در ملاقات اهمیت پیوست کردن راه‌ها برای افزایش سودای منطقه قید کرده شده است. همچنین به ساختمان لوله گاز در مسیر ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان، همکاری مقامات حفظی حقوق طرف‌ها، امنیت منطقه، همکاری در ساحه انرژتیک، صنعت کیمیایی، گاز و نقلیات وزیران کارهای خارجه دخالت کردند. وزیران همچنین به ضرورت ادامه اشتراک افغانستان در مکالمه هندوستان و آسیای مرکزی همچون یک کشور ترانزیتی تاکید داشتند. دوام بیش از 11 دقیقه مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان را شما در روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی انتظار خبرهای تازه